روزی به غرور جوانی سخت رانده و شبانگه به پای کریوه‌ای سست مانده بودم. پیرمردی ضعیف از پس کاروان همی آمد و گفت: چه نشینی که نه جای خفتن است؟ گفتم: چون روم که نه پای رفتن است. گفت: این نشنیدی که صاحب دلان گفتند رفتن و نشستن به که دویدن و گسستن؟ ای که مشتاق منزلی مشتاب، پند من کاربند و صبر آموز. اسب تازی دو تک رود به شتاب، پشت و آهسته می رود شب و روز.